سلام دوستان بین‌نهایت عزیز، دوستان برنامه خرسند هستیم که یک بار دیگه در خدمت شما دوستان قرار گرفتیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه ما را همراه باشیم. غم د دلالی پسر مستد تازه گرزی تور سترګ سره لاسونه سپین مخ سفیده گرزی غم د دلالی و علیکم سلام. متین کمال هستم، اپتومتریست هستم، در بخش شم کار میکنم. بسیار خوب، دکتر هستید. بله. دکتر صاحب در بخششون دکتر صاحب پیش بر ما شما بگویید که راز موفقیت یک انسان در چی میباشه؟ راز موفقیت انسان باید پشت کار داشته باشه. همیشه هر کاری که میکنه تقسیم اوقات داشته باشه، هدف داشته باشه که به کدام هدف است، به کدام هدف ما باید برسیم. عموما جوانای ما وقتی به مکتب میرن، از مکتب فارغ میشن، یک برنامه درست نمی داشته باشن. باید یک برنامه درست داشته باشن در زندگی که ما میخوایم بعد از مکتب چی شوم، به کدام هدف خود برسم و ما تارگتی که برای خود تعیین کرده، هدف که به خود تعیین کرده، به او موفقیت به او راهش رفته میره یا نمیره. خب بسیار دکتر صاحب میشه بر ما بگویید خودتان به نظر خودتون تا چی حد از زندگی موفق هستین و به همین که موفق هستین راز موفقیت خود شما در زندگیتان چی بوده؟ خب موفقیت ها بخشای مختلف داره، در کدام بخشا انسان خودم موفق احساس میکنه. ما شخصا خودم بله موفق بودیم در زندگی، هدفی که داشتیم به دست آوردیم، کمک کردیم، کمک شدیم و یک نیروی ضرورت است که باید خود انسان به خود ببینه، همون لیاقتی که داره در خود پیدا بکنه، همون استعدادی که داره در خود جستجو بکنه، ببینه و خود به مو هدفش، به هر چیزی که در زندگی هدف داره خود برسانه باشه. علیکم سلام، خوب هستین؟ خیر خیرت؟ محمد رفیق. محمد رفیق، میخوام شما بپرسم که راز موفقیت یک انسان در چی است؟ یک انسان هر وقت که میخواد موفق باشه باید اول یک هدف داشته باشه. در پلوی هدف سعی و تلاش و کوشش ضروری است و در عین زمان در زندگی ما شما میفهمیم که چانس هم باید در انسان یاری کنه، یعنی همون کاری را که میخواد بکنه موقعش مساعد باشه. راز موفقیت خودتان در نظر خودتان کرده بکنید تا چی در زندگی موفق هستید؟ راستش موفق گفته نمیتونیم، خب همین که یک انسان میتونه در یک اجتماع درست زندگی کنه، یعنی احتیاج و محتاج نباشه، با مو ادام اگه باشه باز هم انسان میتونه که موفق گفته شود. ولی امو راز است که اول هدف داشته باشی، باز کوشش داشته باشی. در هر استقامت که خودت بخوای حرکت کنی، با کوشش و سعی و تلاش کوشش کنی، هیچ وقت ناکامی را فرض مثال تجربه نکنی، همون بهتر است که موفق هستی. راز موفقیت خودتان در چی می‌بینید؟ ما هم سعی کردیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم. هر جایی که فرض مثال از پای ماندیم همونجا نشستیم، باز هم تلاش کردیم، پیش رفتیم تا همین حد رسیدیم. یعنی انسان هیچ وقت باید مایوس نشه. هر وقت که مایوس شدی همون وقت ناکام هستی. کلی وقت تلاش کنید. غم د دلالی پسر مستد تازه گرزی تور سترګ سره لاسونه سپین مخ سفیده گرزی نوید هستم، یکی از دکاندارهای شهر کابل. میشه بگویید که راز موفقیت یک انسان در زندگی چی است؟ در نخست راز موفقیت انسان که از فامیل است که همیشه باید حمایت از فامیل باشه، بعد از اون درس خواندن و کوشش خود یک انسان است. به نظر خودت یک انسان چطور میتونه موفق باشه؟ یک انسان همیشه وقت باید پشت کار داشته باشه، به خاطر هر کار باید درس بخونه، باید کوشش کنه، همیشه وقت پشت یک کار باشه دیگه. امیر از موفقیت انسان میتونه باشه. خب در زندگی خودت فکر میکنی چقدر موفق هستی؟ با فیصدی اگر بگوییم چند فیصد؟ در زندگی شخصا خودم 40% انشالله موفق هستم. بله. قدر کم؟ خب بعضی چیزایی است که پیش خودم میفهمم موفق نیستم،
باید موفق شوم ان شاء الله در آینده. خب با امید که از اینکه در زندگی در آینده خود بتونیم شخص موفق شما هم شما باشیم. تشکر میکنم از اینکه وقت برای ما دادیم. وقت خوش داشته باشید. بخیر باشید. تشکر. سلام. جون جانم بیا دردت با جانم شب مهتاب ستاره آواز میخوانم جون جانم یار جانم بیا دردت با جانم شب مهتاب لب دریا. منیر هستم که یک تن از دکانداران جاده آسمایی دیکورشن. شما میتونید در راز موفقیت یک انسان در چی است؟ والا راز موفقیت یک انسان در تلاش است. زمانی که میخواهد یک هدف برسه باید تلاش کنه، جستجو کنه و از خود یک تحرک، یک حرکت داشته باشه، نه که ساکن بشین در یک جای. در زندگیتان خودتان چی اندازه موفق هستید؟ پیش خودتان ارزیابی کردید؟ والا در شرایط کنونی هر کس را پرسان کنیم میگم تر چیز از خود نساختیم. بازم خدا رو شکر میکشیم که تلاش میکنیم و از من یک دستاورد خوب داریم، یک دکان باز کردیم و در این شرایط فعلی وظیفه هم میسر نمیشه و اگر میسر هم شود با کسایی میشه که مثلا باستدار باشن یا باشه. ما دیگه کسب کار دکانداری خدا مشغول ساختیم تا خدا چی میشه دیگه. ما راضی سیم تا فعلا توکل به خدا است. تور کمیز دکړې دې تور غنم رنگ جنې تور کمیز دکړې دې ما بلی ونه کې ونی زدیران ونه دې. دوستان عزیز این بود برنامه امروز که تقدیم شما کردیم. تا برنامه بعدی الله یار نگهدارتان.